جسارتا اجازه هست اینجا من بشینم؟ ببخش. الو، بهزیستی؟ سرکار خانم، من خونه فرار کردم. بله، خانمم خیلی منو میزنه. من از اضطراب، از ترس خانم شب ادراری پیدا کردم. خیلی منو میزنه. بله، پیش مشاورم رفتیم، به ایشون گفت حق با همسرتونه. انقدر بنده خدا رو چنگ زد، گاز گرفت دیگه. بله. چند روز پیش به من پیام داد دارو ندارم، جیگر مرغ بگی. منم خوشحالیم به من اینجوری پیام داده. به جای یه دونه مرغ 4 تا مرغ خریدم، چند تا شاخه گل خریدم. رفتم خونه قاطی میکنه، میگه برای چی مرغ خریدی؟ میگم عشقم خودم گفتی. میگه من گفتم دارو ندارم، جیگر مرغ بگیر. شاخه گلا رو کرد تو دهنم. به من میگه باید به من بگه جوجو. بابا شبیه لولوه به خدا. جدیدن رفته کلاس رقص. میگه من باید با من برقصی، منو بغل کنی، رو هوا بچرخونی. اندازه 2 تا نیسان وزن داره خانم، میفته رو من له میشم. به شیا فلفل میزنه، منو میزنه. به من میگه تو هات نیستی، باید پنجشنبه دیره، دوشنبه رو دوشنبهش کنیم. جدیدن یاد گرفته میره پرسینگ میزنه به خودش. به خدا تو خونه راه میره من خیال میکنم دف و دایره داره صداش میاد. من برم خونه خانم این منو میخوره. تو رو خدا به من نجاتم بده. میخندید خانم؟ خنده نداره که. گوشی دوست عزیز چرا میخندی؟ زنم منو میزنه دیگه. چرا میخندی؟ شما مطمئن نیستی؟ وای زنگ بزنید آتش نشانی یکی بیاد اینو ببره. داداش ببخشید یه لحظه عزیز داشتم دوربین مخفی میگه. دوربینم نیوردیم. وای ببخشید این بره. ببخشید.